سلام دوستای عزیزم، به چنل یوتیوبم خوش اومدین. میخوام یک نماز استغفار بهتون بگم که برای رزق و روزی فراوون، برای برکت، برای اونایی که مشکل دارن، اونایی که گرفتارن، اونایی که میخوان توبه کنن، برای همه چیز این نماز استغفار خوبه و خیلی هم راحت و آسونه. همه کس میتونن بخونن. من بعد از نماز صبح هر روز میخونم. خیلی به آدم آرامش میده، آرامش بخشه. باور کنین از روزی که این نماز خوندم خیر و برکت برام میباره. مشکلاتم دونه به دونه حل میشه. انشاءالله که شما بخونین، هر مشکلی دارین، هر گرفتاری دارین، مشکلاتتون حل بشه و به آرامش برسین. این نماز 2 رکعته. رکعت اول حمد و سوره قدر رو میخونی و 15 مرتبه میگی استغفرالله. بعد میری رکوع. وقتی که گفتی سبحان ربی عظیم و بحمده، بعد 10 مرتبه هم استغفرالله میگی. بعد بلند میشی، دوباره 10 مرتبه استغفرالله. بعد میری سجده، 10 مرتبه استغفرالله. بعد میشینی بین 2 سجده 10 مرتبه استغفرالله میگی. دوباره سجده دومم همینجور. وقتی که گفتی 10 مرتبه استغفرالله میگی. بعد بلند میشی، رکعت دومم همینجور 15 مرتبه هم استغفرالله. بعد قنوتو میگی. بعد از قنوت میری رکوع، سبحان ربی عظیم و بحمده. بعد 10 مرتبه استغفرالله. از رکوع بلند شی، دوباره 10 مرتبه استغفرالله. بعد سجده اول وقتی گفتی 10 مرتبه استغفرالله. وقتی هم که نشستی 10 مرتبه استغفرالله. سجده دومم 10 مرتبه استغفرالله. بعد از اینکه سجده دومم گفتی، تشهد و سلام میدی. انشاءالله هر حاجتی داری، هر گرفتاری داری، مشکلاتت حل بشه. دوستای عزیزم، صبح که از خواب بیدار میشین، اول از همه 100 مرتبه استغفار کن. ببین چه جوری همه چی برات حل میشه. هر مشکلی داری، هر گرفتاری داری، بچت اذیتت میکنه، رزق و روزیت کمه، مشکل داری، قرض داری، بدهکاری، گرفتاری، برای توبه کردن واقعا این نماز جواب میده، حاجت میده. خدا به داد آدم میرسه. تو داری استغفار میکنی. حتما این نماز رو اگه میتونین روزی 1 مرتبه بخونین. یک نماز 2 رکعتیه، خیلی هم راحته، آسونه. انشاءالله که همتون حاجت روا بشین و به حاجت دلتون برسین. اگرم با من همراهی، چنل یوتیوب رو فالو کن. به امید دیدار دوباره دوستای عزیزم.